سلام به همه همراهای عزیز. خیلی خوشحالم که تو اولین ویدیو این کانال همراه من هستین. اگر به دنیای آجیل، خوشبار و محصولات طبیعی علاقه‌مندین، جای درستی اومد. قراره تو این چنل با هم یاد بگیریم که چطور بهترین خوشبار و آجیل رو از بازار تشخیص بدیم، چطور جنس خوب رو از بد جدا کنیم، تخمه ها رو تست کنیم، مغزا رو بررسی کنیم و خلاصه هر چیزی که لازمه برای خرید مطمئن و خوشمزه بدونین و اینجا با هم یاد میگیریم. و در کنارش محصولات درجه یکی هم بهتون معرفی میکنیم که میتونید خیلی راحت از طریق سایت، پیج اینستاگرام یا حتی با سلام تهیه‌شون کنید. خب این منم، مهدی صدیقی ام، اهل مشهد مقدس. کار من آجیل و خوشباره. یه شغلی که از چندین سال پیش کنار پدرم یاد گرفتم. پدرم سالهاست تو این حرفه است و من از همون روزای اول عاشق این کار شدم. همیشه دوست داشتم مستقل باشم و روی پای خودم بایستم و مسیر خودم رو بسازم. برای همین تصمیم گرفتم محصولاتم رو وارد فضای آنلاین کنم و تجربه فروش اینترنتی رو شروع کردم. ما توی روستای نیشابور باغ شخصی خودمون رو داریم. گردو، پسته، تخمه آفتابگردون و بقیه محصولاتمون 0 تا 100 زیر نظر خودمونه. از برداشت گرفته تا فراوری و بسته‌بندی. همین باعث شد کیفیت محصولاتمون واقعی و قابل اعتماد باشه. خیلی‌ها فکر میکنن آجیل فقط مخصوص ایام عیده، از اسفند تا فروردین، اما من میخواستم خلاف اینو ثابت کنم. میخواستم نشون بدم اگه محصول درجه 1 باشه همیشه بازار داره، فرق نمیکنه چه فصلی از سال باشه و خب تونستم. یادمه زمانی که دانشجوی رشته کامپیوتر توی گناباد بودم، همزمان با درس فروش حضوری رو هم شروع کرده بودم. محصولات رو از مشهد میبردم اونجا، دونه دونه به مغازه‌ها معرفی میکردم و میفروختم. خب واقعا روزای سختی بود، اما همه اون سختی‌ها باعث شد پایه محکمتری رو برای کارم بسازم. اولین تجربه فروش اینترنتیم با سلام بود. اون روز فقط 10 تا محصول توی غرفم داشتم. اولین خریدی که از من شد، اون حس فوق‌العاده‌ای رو گرفتم که هیچ وقت یادم نمیره. اون لحظه فهمیدم که این مسیر میتونه آینده کاری من باشه. همونجا به همه اونایی که میگفتن فروش آنلاین جواب نمیده ثابت کردم که میشه. و انگیزه گرفتم که جدی‌تر ادامه بدم. پدرم همیشه کنارم بود، حمایتم کرد و باعث شد قدم‌هام محکم‌تر بشه. حقیقت اینه که بدون حمایت خانواده این مسیر خیلی سخت‌تر میشه. از طرف دیگه مخالفتایی هم داشتم. خیلی‌ها میگفتن مگه میشه از فضای مجازی پول در آورد؟ اما الان که دارم همینجا با شما صحبت میکنم خوشحالم که به مسیر خودم ایمان آوردم. یکی از بهترین تجربه‌هام فروش فروردین ماه بود. 3 تا از مشتریام برای بار دوم خرید کردن و این یعنی رضایت، یعنی کیفیتی که دیده شده. حالا قراره تو این چنل تمام تجربه‌هامو باهاتون به اشتراک بذارم. از اینکه چطور یک گردو رو از روی ظاهرش بشناسیم تا اینکه چه تخمی واقعا خوشمزه است و کدوما فقط ظاهر قشنگی دارن ولی بی‌مزه. با تست واقعی، مقایسه، بررسی و معرفی بهترینا با شما همراه خواهم بود. و اگر خواستین تهیه‌شون کنین خیلی راحت میتونین از سایت ما با سلام یا پیج اینستاگراممون اقدام کنین. همیشه سعی میکنم قیمتام منصفانه باشه و کیفیتی ارائه بدم که خودم هم با خیال راحت برای خونه خودم ببرم. پس اگه هنوز عضو کانال نشدی همین الان دکمه سابسکرایب رو بزن و زنگوله رو هم فعال کن. و اگر از این محتوا خوشت اومد لایک کن و برای دوستاتم بفرست. راه ما تازه شروع شده اما با همراهی شما قراره به جای خیلی خوبی برسیم. خیلی خوب. حالا که تا اینجا با من همراه بودی میخوام یکم بیشتر درباره آینده این کانال و برنامه برات بگم. قراره اینجا فقط یه فروشگاه نباشه. نه اصلاً. من میخوام این کانال رو تبدیل کنم به یک مرجع واقعی برای همه اونایی که دنبال خرید هوشمندانه خوشبارن. ما فقط محصول نمیفروشیم، ما تجربه یک خرید مطمئن و خوشمزه رو بدیم. تو هر ویدیو قراره یه چیزی یاد بگیری، مثل اینکه چطور با یک نگاه بفهمی این بادام تازه است یا مونده، چرا بعضی از بادام‌ها تلخ میشن یا حتی چی کار کنیم که تخمه آفتابگردونمون رو توی خونه خودمون بوداده کنیم بدون مواد نگهدارنده و با طعم عالی. قراره با هم بریم سر بزنیم به باغ خودمون توی نیشابور و با هم مراحل برداشت گردو یا پسته رو ببینیم.
و حتی بعضی از چالش‌هایی رو که یک فروشنده خوشبار باش روبرو میشه رو باهات در میون بذارم. من اعتقاد دارم وقتی مردم بدونن چی میخرن، هم اعتمادشون بیشتر جلب میشه، هم خرید بهتری انجام میدن و این اعتماد با صداقت و کیفیت ساخته میشه. راستی یه خبر خوب، به زودی قراره بخش پاسخ به سوالات شما رو هم توی ویدیوهام اضافه کنم. یعنی هر سوالی در مورد آجیل و خوشبار یا خرید اینترنتی و این چیزا داری تو کامنت ها بپرس، من یا توی ویدیوی بعدی جواب میدم یا همونجا برات مینویسم. میخوام اینجا یه فضای تعاملی واقعی باشه، مثل یک بازار صمیمی ولی آنلاین. نکته آخر، هر کدوم از محصولاتی که اینجا معرفی میکنم قبلش تست شدن، خودم مزه کردم، بررسی کردم، مطمئن شدم که کیفیت دارن. یعنی تو میتونی با خیال راحت انتخاب کنی. هدف من فقط فروش نیست، هدف من ساختن اعتماده و این اعتماد با شما ساخته میشه. اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردی حتما این کارو بکن. لایک و کامنت هم بهم انرژی میده برای ادامه مسیرم. مرسی که تا آخر این ویدیو با من بودی. تا ویدیوی بعدی یادت نره، آجیل خوب فقط با مزهش خوب نیست، باید از دل زمین تا سفره با عشق اومده باشه.